هنگام گذرانیدن چوره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 42 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه فوریه سال 2020 برای فریب به باوری زن 41 ساله ساکن پایتخت در آمده از او $16,000 آمریکایی و جواهرات گوناگون طلایی را گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کادش جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخله در شهر استرافشن با عریضه مرد 52 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 30 نوامبر سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از داخل خانه استقامتیش جواهرات گوناگون طلایی، نقرگی و 63420 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 76800 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 30 ساله ساکن شهر ذکر گردیده همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.